درود بر شما. صحبت‌های معصومه قمی کلا رو بشنوید که برای سازمان ملل هم تعیین تکلیف میکنه. کسی که یک فقره از دریافتیش $800,000 که روی خون جوانهای ما، مردم ما، کودکان مدرسه میناب برقصه و شادی کنه. برای همین زبان دیپلماسی انتخاب نکردم اینجا و گفتم بزرگترین شرم تاریخ همین سازمان ملل که اینجا هست و بزرگترین شرم در واقع سیلی که بر صورت دموکراسی میزنین رو خود شماها میزنین. فکر نکنید شماها فقط با سکوتتون با مردم ایران دارید خیانت میکنید. شما به مردم خودتون خیانت میکنید. ببینید معصومه قمی کلا با زبان خودش اعتراف میکنه که با زبان دموکراسی و دیپلماسی صحبت نمیکنه، با زبان دیکتاتوری صحبت میکنه. اون زمانی که مردم ایران زیر بمب و ترکش و خمپاره بودند و کودکان مدرسه میناب شهید میشدن، این خانم از خوشحالی میگفت دوست دارم انقدر بدوم که از خود بی خود بشم. I want to run, I want to run, I want to run, I want to just run, I want to just run and shout and shout and shout out of joy, out of joy, out of joy. تو $800,000 پول گرفتی که روی خون مردم ایران برقصی و مشاوره بدی به کشورهای دیگه و بگی حاضری جانت رو فدای کشورشون بکنی؟ بدا به حال اون کسی که تو مشاورش باشی.